سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ خوش اومدیم به یه ویدئوی دیگه. امروز که مامپوری هم از قضا پیش ماه و الان میاد و خب طبیعیه که ما خوشحال باشیم. خوشحالیم از این بابت که خیلیه دیگه 4 سال واقعا. حالا یه فراز و نشیبایی هم بوده این بین، ولی مدت اخیر خیلی پررنگتر و روتینتر و خوشحالیم از این بابت که شما رو داریم که با هم هستیم و به شکل کلی حس خوبیه که آدم میبینه 1 سال دیگه هم تونسته این مسیر رو به جلو ببره، به جلو پیش بره. به هر حال کاری که امروز میخوایم بکنیم اینه که برای این سالگرد 4 سالگی یک کیک درست کنیم با همکاری مامانپوری که من الان میرم صداش میکنم و میاد و طبیعتا باید پوری خانم درست کنه. با ما باشین تا بریم ببینیم کیک امروز چی عذاب در میاد. سلام دوستای خوب خودم. میدونید امروز ما چه کاری میخوایم انجام بدیم؟ 4مین سال تیوسیه. میخوایم براش یه کیک درست کنیم، براش تولد بگیریم برای تیوسی. سلام علیکم پوری خانم. سلام. حال شما چطوره؟ ممنون. خوش اومدین. خیلی ممنون. از این طرفا. چه روزیه؟ تولد ما. کی کم داره؟ چی کم داره؟ کیک دیگه. خب میخوایم درست کنیم دیگه. میخوام درست کنی دیگه. نه من درست کنم. یا یه کار خیلی سختیه. اینم هی دومشو میزنه به من. جیمی جان تو برو بازی کن با خانومت، بدو با نامزدت، بدو. برو. این غذا نیست، ظرف خالیه پسر خوب. ببینم که سرآشپز ما چه تصمیمی میخواد بگیره. البته من باید تصمیم بگیرم، ولی خب حالا احترام میذارم به نظرش. بذار ایشون هم تصمیم بگیره، هرچی باشه ایشون اوستاکار بنده هستن. اون چیه؟ اوستاکار نه بابا، ما اون مدلی نیستیم. چه مدلی هستی؟ رابطه ما رفاقتیه. نه خیلی خوب. خب حال شما چطوره پوری خانم؟ مرسی خیلی خوبم به خاطر جشن تولدی که قیم میگیریم. آفرین چه عالی. من همیشه از مهمانی و جشن خیلی خوشش میاد. دوست دارم هر هفته یه جایی بره آدم یه ذره خودش تخلیه کنه خودشو. تخلیه هم مهمان باشه هم میزبان باشه. آره هم میزبان باشه هم مهمان باشه. انسان دلش به همین چیزا خوشده بابا جان. چه بکنیم؟ کسی گله نکرده که داری توضیح میدی؟ دارم میگم که کسی گله نکنه. نه گله نداریم. نه عالیه. عالی. پس ما گفتیم کیک درست کنیم دیگه. بله. برای من درست کنم. شما درست کن. انتخابش هم با من باشه. شما اینقدر دیگه به خودت مطمئنی. خیلی. من یه گوشه میشم فقط نگات میکنم ها. نه دیگه. هر سوالی کردم باید جواب بدی. آها یعنی میدونی یه جایی سوالی داری، یعنی دستور مستور هم میدونی؟ کاملا نمیدونم. کیک یعنی کیک درست کنیم دیگه. کیک واقعی دیگه. کیک تولد. بخوریم. نه آره. منظورم کیک تولده. تولد اینجا 2 طبقه 3 طبقه هر چقدر با 3 بتنسیم. چه ویژگی خاصی مد نظر داری؟ من دوست داشتم شکلاتی چه کنم. خودت کیک شکلاتی دوست داری؟ خیلی. والا عشق کاکو. میخوای تو اگه هر چی دوست داری نظر بده، شاید من اونم دوست داشتم. نه من خلاص شیرینیه دی، هر چی دوست داشتنیه.
میگه خلاصه شیرینیه، شبیه اونایی که دیگه اعتیادشون به یه مرحله رسیده که میگه هر موادی شد بده، فقط بده. من یه هفته اصلا شیرینی نخریدم. چرا؟ مراد داری میکنی؟ مراد میکنم که بیام اینجا شیرینی بخورم. خب الان من میخوای به چی مدل نشون بدم، طرح نشون، میخوای آره دیزاینش رو چیکار کنی؟ نشون بده دیگه، نشون بده. اینجا گل بذاریم، چه میدونم، گرد روش بذاریم. تا حالا کیک خامه‌ای درست کردی؟ من نه تا حالا درست خوردی؟ خوردم. فرام به بوفور. خب بسیار خوب، چون مهم نیست، همین که خوردی خوردم کافیه. آره خوردی خودت. نگاه کردم دیگه، بیا نگاه تو کردم. پینترست بهت نشون بدم دیگه. بریم تو میخوای پینترست. بعد چی سرچ کنم؟ چی سرچ کنم؟ کیک انگلیسی. کیک دیگه، کیک تولد. کیک تولد. هپی birthday to you. کیک هپی. شادی دیگه. شادی. آره دیگه معنیش کیک شادی. کیک شادی. وای. اینو دوست داری درست کنی؟ پرتقال داره. خب. اونم خوب. یا میتونه اینو درست کنی؟ نه این خیلی شلوغه. دوست نداری. دردسر زیاد. این کارا هم که نمی‌کنه. هند گل منگولی داره فراوان. دردسر داره. اینم که تمش داره فصلش نیست. نه این چیه؟ توت فرنگی داره. بازم الان که نداریم در دسترس. این چرا گلفول داره نیست؟ یه چیزی انتخاب کنیم که راحت باشه، دردسر نداشته باشه، زیبا باشه. برای من اولویت زیباییه. زیبایی همه جا به کار نمیخوره. نه. خب نمیدی خوشگله. آره این وسطش چیه؟ کیک سفیده. این فیلینگ وسطشه دیگه، خامه است. آره یه کیک شکلاتی درست کردن و خامه زدن و تو این میشینه موز ریخت. موز دوست داری؟ میشه توش ریخت. چرا میخندی؟ ریز گردو داره، موز داره. ریز داره، چیزایی که بهش میل داره رو میگه. بله چرا نمیشه؟ هرچی شما دلت بخواد. پس چرا میخندی؟ نه. باید داشته باشه دیگه. بسیار. کیک درجه یک یعنی اینجور مواد توش باشه. اونی که نداره اون کیک درجه یک به حساب نمیاد. من به نظرم اینجوریه. دیدی معمولا آخه چیز دیگه همه خانواده‌ها کیک که میخرن خونه هم میبرن، اولین چیزی که میکنن اینجا میکنن گردو داره. موزم ریختن. کیکش تازه است. از کجا خریدی؟ اینم خوشگله نیست؟ اون چیه؟ کیکه؟ پرتقال. میشه هماهنگه با کاکائو. تو دوست نداری؟ چرا؟ خوبه. کارامل هم عالیه. اول باید کیک اسفنجیشو آماده کنیم، حالا یا شیفونه یا اسفنجیه. خب بعد اونو چه بهتر که بذاریم یه 7-8 ساعتی، چه بهتر تا صبح بمونه. صبح میریم خنک شد قشنگ دیگه، میریم تو کارشو خامه کشی فردا میکنیم. آستینا رو بزنیم بالا بریم. شما بیا اینجا، شما تشریف بیار اینجا. جانم؟ چرا نبودی کتاب آفادی من بخونم؟ من عینک مطالعه رو نیاوردم. باید با اون ببینم. اینه از همشه. شما اول مواد لازم رو بگو. خب کیک اسفنجی، تخم مرغ 1 عدد. یه دونه میخواد؟ بقیه‌اش هم بخون یه توضیح بدم. باشه. آرد 32 گرم، 3 گرم، 32 گرم. بعد شکر 20. 30. بیکینگ پودر 1 گرم. درسته؟ این چیه؟ اینم وانیله. این چیه؟ به میزان لازم. به ازای هر تخم مرغ. این چه معنی میده؟ یعنی هر 32 گرم، هر 32 گرم یه تخم مرغ. فهمیدین چنگ کلا چقدر باید باشه؟ یا هر تخم مرغ 32 گرم. هر تخم مرغ 32 گرم. خب
چون اگه ماهی 32 گرم یه تخم مرغ خیلی سخت میشه. 32 کیلو که باشه دیگه هیچی. آره واقعا خیلی سخته. 32 کیلو آرد بریزیم. خب مسئله اینه تا همینجا رو داشته باش. یعنی ما باید الان تصمیم بگیریم میخوایم کیک اسفنجی چند تخم مرغ درست کنیم. پس باید اول تصمیم بگیری بعد اینا رو وزن کنی. وقت من زیادی گرفتی دیگه. زود باش 2 تا تخم مرغ بریم تو کاسه. چند تخم مرغ؟ 3 تخم مرغ خوبه؟ نه عزیز ببین حداقل 5 تا. خب برای قالبی که ما داریم 8 تا بریز. اوه تو خیلی زیاده بود. ایراد نداره. پس شما پوست بذار. 8 تا تخم مرغ بریزون تو. من تو این فاصله براتون آردو بکشم آماده کنم. خواهش میکنم. زحمت نشه. خب پس گفتیم هر تخم مرغ چند گرم؟ 32 گرم. 8 تا میشه چند گرم؟ 8 تا نزدیک 2 کیلو. 2 کیلو 400. اون یه ذره خورده رو حساب کنی 8 تا 2 تا 16 تا 2 کیلو نیم 2 کیلو 2 کیلو نیم 2 کیلو 700. کل 2 4 6 حواس من پرت میترسی 7 گفتی 8 تا بریزم. آره 8 تا تخم مرغ میشه 256 گرم. الان 2 کیلو بوده. نه ده نیم اونا حساب نکرده بودیم بابا جان. چرا انقدر تو اذیت می‌کنی؟ خب ترازومو ریست کنم. آره 256 گرم آرد 0 دیگه. چرا نداری؟ ها حین کار بریز 2 کیلو نشد هنوز. 2 کیلو چیه میگی؟ اینو جابجا کردی یه عالمه 20 گرم جابجا شد. جدی؟ خدا برگردونم. نه بریز یه قدر. اون چیه این رسیپی وقتی 32 گرم یعنی 1 گرم توش مهمه. وای چیه؟ یه جای صافتر بذار اونو. اون که جای صاف بود. چقدر تو سخیری بابا. اصلا ترازو استفاده میکنی؟ اصلا خب از اول میخوای ببینی همونجوری ببینی. 190 گرم 232 گرم 250 شده 54 تا بسته 55 تا 258 260 256 دقیق. خب پس 256 گرم برای 8 تا تخم مرغ. چقدر شکر؟ شکر 30 گرم به ازای هر تخم مرغ. 8 تا 24 تا. در نظر باید یادم از بچگی خوب بود. تو ریاضیات فقط مدرسه خوب بود. بقیه مسائل سخت حل می‌کردم. هندسه اینا. آره. ضربت خوب بود. انشام هم که تو می‌نوشتی. تقریبا نه تمام انشامو تو ابتدایی تو نوشتی. بچه‌ها همه یعنی میومدم خونه پوری میگفت خب انشای هفته چیه؟ میگفتم مثلا در رابطه با موضوعات همین معمولی مدرسه دیگه. قشنگ پوری برمی داشت انشا رو مینوشت و بعد 24 اینو بذار بکشم. یه نکته داره که اونو بعد بهتون بگم. اینکه پوری انشامو مینوشت. 2 کیلو باز میگه 2 کیلو 23 گرم 23 چیه؟ 240 گرم میگه 2 کیلو میگه 23 گرم. اینو داشتم میگفتم پوری انشاهای من همیشه مینوشت. بعد من یه ذره سختم بود انشا نوشتن. خیلی جالبه کل دوران ابتداییم دقیقاً هم موضوع میدادم به پوری مینوشت یه صفحه بعد میداد به من تو دفترم پاک نویس میکردم با دستخط خودش هم نمیبردم. بعد یادم یه شبی هم مشغول و اینا بود من بهش گفتم و گفت تو برو بخواب من مینویسم برات. خلاصه صبح یه جوری تون صبحی هم بودم. صبح بلند شدم گفتم انشام کو؟ گفت وقت نکردم ننوشتم. گریه من بدون انشا نمیرم. انشامو ننوشتی یاد نمیاد؟ یه چیزایی یادم. بعد چیکار کردم نوشتم برات؟ گفتی نرو فدای سرم. گفتم نرو. تو گفتی من نمیرم. گفتی نرسیدم یه روز دیگه.
و حالا از همه اینا گذشته الان نگاه کنیم فکر کنیم این کار باعث میشه که مثلا بچه تنبل شه، باید سوقش داد که خودش بنویسه. ولی من بعد یه ذره جلوتر این کار منو به ذوق می آورد. یعنی همیشه توی چالش بودم که پوری این بار چجوری برام می‌نویسه، این بار از چه گزاره‌ای استفاده میکنه و بعد این باعث شد من بعدتر خودم علاقه‌مند به نوشتن شدم. برخلاف اون که فکر کنیم مثلا فراری بودم، فراری نبودم، با یه جذابیتی میخوندم، بعد خیلی شوقم داشتم، معمولا انشاام نمره بالا میگرفت. کم کم از اینجا شروع شد انشااشو انگولک میکردم خودم یه جاهایی تو پاک نویس و بعد دیگه از یه جایی گفتم نمیخواد خودم بنویسم. بلد شده بودم. جالب بود. دوباره کتاب نامه اعمال فدمی دست. الان این دستورش رو بخونم. یک چیز قه چی بود؟ نه اون دفعه گفتی یا با چیه این؟ زود باش وقت اون میگیره. دور تند. آها دور تند تا چی؟ پاف کنه با دور تور پاف کنه. الان زودتر بگونه. پگیم آرت پگینگ پودر و چیه بابا؟ با هم مخلوط و به خاطر دستخط من نمیتونی؟ هم دستخط هم ریزه. آها تخم مرغ رو بریزید. بفرمایید. فوق کنید زمین سر. نه تخم مرغ. خب تخم مرغ بزن شروع شه دیگه. بزن دیگه اول بزن. نه اینو ببره پایین دیگه. آره نمیره پایین. بلد نیستم با این کار نکردم پسرم. بیا دیگه بیا. هولش بده تو. کی هول بده؟ ببین این اینا فشار بده. رفت. آها برو تاتا. خب الان اینو بزنم. بفرم. به دورتون گم یا کن. تند. بیشتر 6 بذار. 6. حالا شما دوباره روشنش کن. خب این بار تا 8 برو و بعد آروم شکر از اطرافش بهش شکر اضافه کن. این باید حجیم بشه. نگاه کن نگوشتم تا اینجاها بیاد. خب آفرین. و بعد وانیل. تهیه کنیم قاشق چای خوری بهش وانیل اضافه کنیم. الان پس بزنم به دورتون. آروم. خسته نباشین. آفرین. حالا کو اول کاریم که نه تا اینجاش که خوب بود. بزنین. خب اینو با همزن دستی هم میشه پوری خانم. دستی این نه برقی دستی. چون نمیره تو. آها رفت. خب حالا علک کنیم. ما آردمونه که کشیدیم. خب بعد بیکینگ پودر هم گفتیم به ازای هر یک تخم مرغ 1 گرم. پس در واقع 256 تا آرد داشتیم. از اون برم 8 تا 1 گرم بیکینگ پودر. 8 گرم. حالا این 8 گرم رو بریزیم رو آرد. من برات میریزم این تو، چون سخت اونور چیز کنیم ما اینو باید خورد اضافه کنیم به خمیر. حالا شما همینجا الک کن، اینو خورد اضافه کن، ولی واقعا آهسته بعد اضافه کنی. باش. این الک برای شما راحت تر ظاهرا. حتی اگه چیزه دوبار الک هم بکنیم بهتر. حالا رو دورش هم بذارم. 1 دیگه باید این آروم زده بشه، کمترین میزان، یعنی زود اینو بریزی آروم مخلوط شه. به محض اینکه مخلوط شد خاموش. دیگه تون نزنم؟ نه آروم. کم کم پخش. یه جا هم نریز. عظیمه. چی؟ عالی. دیگه پوری خانم چیزش کن. خاموش کنم؟ خاموشش کن. خب بیار درشو بیار بالا. نشون بدیم اینو به بچه‌ها. بچه‌ها شکل و فرمش رو ببینید. این ترکیب خیلی سبکه. حس می‌کنین کاملا اسفنجیه. بدون روغن. فقط یه ذره این پره‌های همزن ما همه جاشو پوشش نمیده و من اینو میارم اینجوری آروم
1-2 دور میزنم. لطیف. یه نکته‌ای که راجع به خمیر اسفنجی هست اینه که خمیر کیک اسفنجی رو نباید معطل نگه داشت. سری باید بریزی. سری باید بره تو فر. خب بمونه معطل چی میشه؟ حوصله‌اش سر میره. حوصله‌اش سر میره، بعداً لج میکنه اونجا خوب تو فر. درست نمیشه. تکون نمیخوره. اینو باید بذارین توش. بله. 2 تا آوردم. اون سایز کوچیک‌تر نداشتین؟ چیه؟ چی شد؟ اضافاتش چیشه؟ اضافه چیه؟ اضافی این کاغذ. آها ببریم یعنی من میگم چرا قیچی آورده بودی؟ حالا چجوری باید بری؟ نمیدونم. یه این زیرش بدم جلومو. هر چی تو انشای منو مینوشتی ولی تو کار دستی ها به من کمک نمی‌کردی. نه ضعیف بود. اینجوری خوبه؟ به یه فن بهت بدم کیف کنی. اینجوری. کاغذ روغن این تو. حالا این دایره است. خب این به خاطر اینکه این مدل آماده مال هواپزاست. یه تا بزن. خب تمیز. یه تا دیگه هم بزن. میشه اینجوری 1/4. خب یه تا دیگه هم بزن. بعد چی میشه؟ همش تا شد که. این همه سختی داری میکشه که چی؟ با بذار زیرش ببارم. حالا اینه. اینو بذار این تو. کن تو. علامت بزنی. پشت رو کن. خب مثل عقربه ساعت. وسطشو چیز کن. چقدر تو دور زدی آخه. وابینم. یاد نیه؟ نه برو تو تر. تو؟ آره. همه گرفتاری بکشه یه هنوسی. نمیارزید. یه 4 تا کردن کاری داشت؟ نه نداشت. اصلا از ایده های جدیدم که میبینم استقبال نمی کنی. حالا اینو اصلا خب اندازه نبا ما ذوق بکنم. کیک اسفنجی نباید گنبدی بشن. صاف باید باشه. آره روشون نباید گنبدی بشه. حالا اونو که ما میبریم. آره. ولی یکی از دلایلی که کیک گنبدی میشه میدونی چیه؟ نه. یکی از دلایل دما و اینا هم همه شرطه. اینه که این دیواره رو چرب بکنیم خوبه؟ نه. بده. فقط کف رو باید چرب کنیم. اگه دیواره چرب باشه بیشتر این شروع میکنه بالا اومدن و گنبدی شدن. بنابراین نباید دیواره های قالبمون رو. چه نکته جالبی بود. الان باید روغن بزنیم. فقط کفو. خب دوباره یه تای دیگه از این بر بزنم. خب الان ساعت این از این ساعت برام علی با دست راست. خب اینم از این بیا. این پسر من تو دوران کودکی خاطره به 2 چیز خیلی علاقه داشت. یکی این که همیشه دوربین تو دستش بود. این که بزرگ شد به این کار آشنایی پیدا کرد خیلی هم خوبه. دومی همیشه در کابینت هم باز بود با ادویجات و 2 تا قابلمه ها رو از کابینت میریخت بیرون. چند سالم بود؟ بچه 3 ساله. وای ادویجات من یه روز میدیدم تو کابینت خالی شده اینجوری میریخت یه لیوان آب توش هم میزد داشت غذا درست میکرد. کاغذ خورد میکردم. کاغذ میریخت مهمونی میرفتیم سر سفره شام لیوان آب و برمی داشت خورش و پلو رو میریخت تو لیوان هم میزد. این بزرگ شده آشپز باشی. بله به خواسته هاش رسید تا آخرش. این از یکی. شما میریزی؟ نه شما بریز. سنگین از شما. عجب مواد پوک و سبکیه. کاملا پوکی رو حس میکنی؟ آره. چقدر لطیف هم هست. خب پوک خانم ما یادمون رفت بچه ها بگیم فر رو روشن کردیم. آره دیگه فر دیگه میدونن که باید روشن کنیم. 180 درجه بین 35 تا 45 دقیقه. بسته به چی داره؟ اگه گفتی؟ فرتون. فرمون. باید بریم بالا سرش چک کنیم. باش.
کاغذیه. خب اینو بذاریم تو فر. بفرمایید. مرسی. اینو بس این تا عقب. خیلی خوب. بپزین. خب پس من بچه بودم کابینت های شما رو به هم میریختم. وای یه وقتای عصبانی می شدم. خدایا چش برگردوندم، نه ادویه دارم نه هیچی. ادویاتم برمی داشتم. آره دیگه همین ادویه رو اینجوری خالی می کردی. من مثلا مشغول یه کاری بودم، می دیدم افشین نشسته بغل کابینت، قابلمه ها بیرون افتاده همشون، یه قاشق تو دستت ادویه، انگار داری آشپزی میکنی واقعا. بعد اینجوری میکردی هم میزدی وقتی آبم یه گیر میآوردی آب میریختی توش. میدیدم خدایا ادویه هم داغون شد. بعد چی میکردی؟ عصبی میشدی؟ 2 تا دونه میزدم. 2 تا فقط؟ 2 تا بیشتر. پوری شانس آوردی، خیلی قدیمه، هیچی یادم نیست. خیلی کوچیک بودی. بچه تو اون سه میزدی؟ جوون بودم. بعد فکر میکردم با اون تو رو تربیتت میکنم. بیا الان یه غرفه ادویه دارم. دیگه نمیدونستم که بابا جان بچه تو اون از سن 100 تا اسباب بازی کم هزینه تر بود. آره هیچی حالیش نیست. نمیفهمه بچه تو اون سن. آخه هر ماه هر چقدر میذاری دفعه بعد میرفتم میرفتی بازم حالیت نبود که. آره ای مامان جان ای به بده تو مهمونی ها. من یه چیزی که یادمه بچه‌ها این بودش که در مهمونی میرفتیم با اگه فسنجون داشتن من حتما بعد باش تو لیوان کوکاکولا درست میکردم. کلا قنادی خیلی سخت. تو می‌خواستی بری دوره؟ اون نانوایی بود؟ نه قنادی بود. گفتی که نونایی زیتون پیزون داره. ببین میخوام ماسوره بزنی ها. عداشو بلدم در بیارم، حالا خودشم نمیدونم. صدا میده. شما کوچیک بودی من با ماسورم کار کردم. الان خوب شد. خوب شد؟ آره. مطمئن؟ من مطمئن. تو همین نگاه جای بکن. سوراخت مونده. میمونه دیگه. کجا مونده؟ تو عضله نزدی؟ نه تو رگی بود. تو رگی بود. خود در بیار. تو اوریب زدی. اوریب نوزد؟ نه باد میکنه زیر پوست. میدونین که بچه ها پوری تزریقات میکنه. آره و یه کار جالب ما امروز همش داریم در حال لو دادن ماجرا. ببین قدیم دیشب داشت خودش اتفاقا میگفت پوری نه الان 2 روز پیش منم. خب اول اینو نشون بدین. ببین بچه‌ها عالی. یه ذره هم گنبدی شد دیگه ناچارم میشه ولی اگه چرب میکردیم خیلی بیشتر میشد. خب دم شما گرم. ایول. خب داشتی پوری یه چیزی میگفتی دیروز. چی بود؟ گفتی که تو خونه ها قدیم اون خالم بود بابا. گفتی خالت. آها آخه خب مگه یادت نیست؟ خب تو هم میکردی. من نه. چی میکردم؟ آبشری؟ نه من مثلا پوری ما یه دونه قدیم 1-2 تا شغل هستش که به نظرم الان دیگه منسوخ شده. از شغلایی بودش منسوخ نشده اون کارش اون شیوهش روش اجرایش منسوخ شده. ولی جالبه قدیم متداول بود. یکیش تزریقات در خونه در منزل آره و یکی هم آرایشگری در حد مثلا بند زدن. یادته؟ که من اولا اونو هیچ وقت نفهمیدم که مثلا موه دیگه این اتفاق میفته. مکانیزمش همیشه برام جالب بود. یه چیز فنی بود با نخ و اینا. بعد مثلا یادم دیگه فامیلای همه احتمالاً دیدن فامیلای زن فامیلن که یه آینه کوچولو میذارن جلو دستشون اینجوریه. از بچگی این تصویر رو خیلی میدیدم. و یهو چششون میافتاد تو آینه مثلا چش تو چش میشدن با من اینجوریه زشته نگاه نکن. من نمیدونم چرا میگفتن زشت پسرا نبودن. مثلا میگم پسرا عیب نگاه کنن. چیز بچه بودی حالا تو نمیدونم ولی چیز زشتی نبود به نظر من. الان اینا رو بد نمیدونم. اون موقع خیلی اون موقع اینجوری بودش که پسرا نبینن. و مثلا یهو تو آینه من چش تو چش میشدم معذب میشدم. ولی یه کار دیگه هم تزریقات بود که یادم پوری مثلا اون محله‌ای که ما بودیم میشناختن دیگه. پوری مثلا تزریقات هم خب مثلا قبلا پرستاری کرده بود بیمارستان بود و اینا تزریقات هم بلده. بعد می اومدن دم درمون مثلا یکی می اومد شب بی وقت
در میزد. بعد پوری از پنجره طبقه بالا بله. من گفتم که آمپول داریم. چی هست؟ پنیسیلین نمیزنم. پنیسیلین نه. من تو رو خدا بزن. من گفتم با ما مسئولیت با ما. میگم خب بیا والا. و مسئولیت رو قبول میکردم میآورد میزن. یادش بخیر. اصلا الان از این چیزا نیست. تو خونه نه کسی نمیزن. نه پوری تو خونه بدون تست پنیسیلین میزد. علی از یه جای دیگه ترسیدی؟ یه روز تو درمانگاه یکی حالش بد شد. خب من تست کردم حالش بد شد. تست دیدم یکی داره چکیبر داره زمین سر. یعنی شانس آوردی تا اون موقع. دکترمون اومد آمپول قبلش بدون تست میزدی خونه. دل شیر داره. بعدن دکترمون اومد این داروهای ضد شوک زد. اصلا به تست آلرژی داشت. یهو دیدم یکی داره اینجوری زیر پرده اون پاراوان اینجوری میفته. بودو کردم دکتر رو صدا کردم. اومد اون یه ذره چیز کرد حالش خوب شد. خلاصه اینم از خاطره پوری خانم که پنیسیلین هم میزد. پوری خانم بریم امشبو میخوای بذارم پس فردا من بیام بقیه مرحله سوم شن. بمون این هفته رو نرو. نمیشه. خب بریم صبح میام. پوری خانم خمیازش گرفته. آره من شبا دیگه عادت کردم زود میخوابم. نمیدونم با اینکه شبای زمستان طولانیه نمیدونم چرا من زود خواب گیره. نمیدونم چرا. بخوام خواب چه پتی داره. بعد 6 ساعتم که کامل میشه هر ساعتی شد بیدار میشم. 3 شب 4 صبح هر وقت شد. خوبه کاش من مثل تو بودم. جدی؟ والا. بریم بچه‌ها. قربونتون تا صبح. بریم تا صبح. چهچه بلبله چهچه بلبل اومد. ببینم این پسر من میاد همینجور منو در انتظار نگه داشته. وای از جوونا چرا اینقدر شل کار میکنن. اینقدر بهشون میگم همیشه سریع به کاراتون برسین. گوش نمیکنم به حرف بزرگترا. چی بکنم؟ ای روزگار. اما کویسه‌ای جوانان کویسه‌ای. خیلی خوب پسر جان بیا دیگه. دم بذاری چای دم کنیم دیگه. سلام کردین؟ بله. هی صدات کردم. من گفتم صبح زود بیدار شدم که کار برداشتم آوردم. هی پسر جان الان اومد. چای جان دمت خوب خوابیدی دیشب؟ آره گرمت نشد؟ نه صبح زودم بیدار شدم خیلی ساده و سرحال. پس خوب خوابیدی؟ خوب. چه عالی. آلیزو چطوره؟ خوبین؟ قربونتون. زمستونه ولی هوا چقدر خوبه. هوا خیلی خوب. دیگه بیایم بریم برای ادامه کارمون دیگه. بریم ببینیم مراحل بعدی پوری خانم قراره که این کیک رو برای ما چطور تزیین کنه. به چی فکر میکنی؟ چجوری اینو درش بیارم؟ به راحتی. چاقو بده من ببینم. بریم بیا. به من بگو کدوم و چند قسمت؟ کج باید میدونی چی میشه؟ کیکمو کج میشه. چی میشه حالا کج میشه؟ کج دیگه میشه مثل برج. کج چیز؟ برج ایفل. برج ایفل کج دیگه. اونی که تو ایتالیاه. وای به خدا سر زبونمه. روش پنیر پیتزا میریزن. پیزا کجه؟ ما فکر کنم اینجوریش بکنی؟ آره دیگه اینجوری خوبه. اینجوری خوبه؟ از پسش برمیاد. یعنی چی؟
خامه کشیش. آها دیگه باید بیام دیگه. آفرین، خوشم میاد، خیلی اعتماد به نفس داری. باید بیام دیگه، چی بکنیم؟ بذاریم یه چیزهایی مثل قید برات بیارم. قید. بفهم. چی شده؟ چیه؟ میخوای من یه دونه ببرم بعدی شما؟ آره تا آخر ببر، تو اصلا همه رو ببر. من فکر کنم دور تا دور رو بریدی. میشه با دست اینجوری بری؟ نه عمرن. بریم برای طبقه شما. گیر دیگه. الان ایراد رو شروع بکنیم. خب پس بذار اونجوری پیش بیاد. زیاد زور نیار. باش. بعد بچسبه. بچسبون. آها. پس کجا رو بگیریم؟ تو این چون بلند بود تو بغلش رو میگرفتی، ولی این الان ببین من نمیتونم جایی رو بگیرم. بیا. من برات. خب وایسا. دورش خامه میره، پوشیده میشه. اب نداره. من میخوام تیباسی جان دارم برای تو درست میکنم ها. این همش ایراد میگیره. الهی خیر ببینی. تیباسی جان اینجوری از تو خطت برو تو. برو رو قید، برو رو قید. قید بیا رو قید. برو قید برو بکش. دسته چاقو تو بگیر. آخه بالا نیا، بالا نیا، بالا نیا. بیچاره قید. پایین رفت. وای قید برو بکش. تموم ها. قید میخوره. آها احسن. با مردم مر. بفرمایید. پوری خانم از اسفنجی بودنش راضی هستی؟ خیلی خوبه دیگه این میزان این اضافه است. استعداد کیک بازی ندارم، چی بکنم؟ چرا نداری؟ دیگه الان تو این سن نه تفره نرو، استعداد همه چی داری. چرا نداری؟ مرحله بعدی بعد اینکه ما برشامونو میدیم حدست اینه چیه؟ این چی هست اصلا کیکش الان؟ مدل این مهمه چی باشه؟ تو چی دوست داری؟ من برام فرق نمیکنه. هر چی مواد داری اونو در نظر. پیشنهاداتی که موجودی بدم. اگر قراره که یک میوه هایی بیاد توش، فصل متنوعی زیاد نداریم. من مرکبات دارم. آره دیگه. نارنگی دارم، پرتقال دارم، اینجور چیزا. گردو دارم که البته خیسوندمش اینجا یه مقداری. و چرا خیسوندم؟ به خاطر اینکه وقتی گردو یه مقدار خیس میخوره تردتر میشه. حالا اگه پوستشو بگیریم که دیگه عالی‌تر. خب میگیریم. آره. و برای که خیلی طعم بی‌نظیرتری داره تا گردوی خشک. حالا گردو دارم، خامه داریم طبیعتاً. با کارامل موافقی؟ یه کاراملی درست کنیم. کاراملم خوشمزه میشه. آره خیلی خوب. اما قبل از اون یکی از کارهای مهمی که باید بکنیم اینه. این اسفنج ما، کیک اسفنجی ما خشکه. خب به محض اینکه خامه رو بذاریم روش آب خامه رو ازش میگیره. خب باعث میشه با خامه همینجوری روش قل بخوره بره. چسبندگی نداره چون این انقدر خشکه رطوبت رو به خودش میگیره. ما باید چیکار کنیم؟ اینو مرطوبش کنیم. برای شربتی که اینو مرطوب میکنه از خیلی چیزا میشه استفاده کرد. چی؟ مثلا خیلی هر چیزی که دوست داشته باشی. برای کیک‌های شکلاتی خیلی‌ها مثلا شیر کاکائو میزنن بهش. میتونی یه قهوه دم کنی بزنی. یه قهوه میمالی دیگه، یه ذره میمالی. بعد خیس بشه تا یه حدودی، یه تعادلی داره. میتونی یه شربت باری درست کنی، مثلا ترکیبی از شکر با یه ذره آب بذاری بجوشه، مثلا توش یه چیز معطر بریزی، وانیل بزنی، یه همچین چیزی. خب میتونی از آب کمپوت استفاده کنی یا آب میوه بهش بزنی. بستگی داره کیک کسی دوست داری چه طعمی بشه. این باعث میشه که این کیک اسفنجی اون طعم رو به خودش بگیره، رطوبتش بره بالا و اون انسجام دیگه. موزم بزنی؟ دوست داری؟ آره. خیلی خوب. میتونیم برای مرطوب کردن وسطش از ترکیب شیر و چای یکم شکر خوشتم میشه. ولی چای عطری بچه‌ها، چایی که برگاموتیه دیگه، یعنی اون عطریه. یه از این چایی که دم کردیم پر رنگ می‌ریزیم این تو. میتونین توی چایتون هل بریزین اگر دوست داشتین از شربت کیکتون با هل باشه. خوشبو شده؟ یا میتونین مثلا اگر عرق هل دارین توی این مرحله یه 2-3 قطره بهش عرق هل اضافه کنید. یک قاشق مربا خوری، حدوداً یه قاشق مربا خوری من بهش شکر میزنم. این ترکیب ساده دیگه.
اینو زحمتش رو شما بکش. بله. چیکار کنم؟ بمالم. بمالونم. این خوبه اینجوری. قشنگ همه جایی. کیکمون رو آغشته کنه. چه جالب. قنادم این کارو میکنه؟ بله. آفرین. چی چیزا؟ همه رو؟ همه رو. الان کاری که باید بکنیم اینه گردوها رو تا حد ممکن پوست بگیریم و در آن سو هم من میخوام کارامل درست کنم. خب میخوای من کارامل درست کنم تو گردوها رو یا میخوای تو کارامل درست کنم؟ نه کارامل شما درست. هوشمند جون سلام. سلام خوشمند جون، خوبی؟ چه خبر؟ پوریم، شناختی منو؟ پوری جون. آره پوری جون. چطوری؟ باز اومدی خوشگذرونی کنی یا میخوای یه چیزی یادمون بدی؟ میخوام یه سوالی ازت بکنم. چی داری تو کفت این بار؟ شکلات یه چیز جالب تر؟ نه تولد تیوسیه. خب میخوایم براش یه کیک درست کنیم. تولد تیوسی مبارک باشه. 4 سالگیش مبارک. حالا این کتی که میخواین درست کنین چی هست؟ از اون کت هایی که آدم میپوشه یا یه جور خوراکیه؟ کیک تولد. آها کیک تولد. چه عالی. حالا کیکتون قراره چه شکلی باشه؟ ساده و خوشمزه یا یه چیز خاص با طعم تیوسی؟ قاطی بگودن. پا قاطی بگوده. تیوسی تام نداره. بابا جان بچه میخواد خلاقیت به خرج بده. خلاقیت زیادی دیگه رفته بالا. خب نظرم اینه چون تولد تیوسی هست کیک رو به شکل یه دیگ آشپزی درست کنین مثل اینکه توش غذا میجوشه. کاش زودتر به زنگ می‌زدیم. کاش زودتر ازت میپرسیدم. پشیمونم. موز. می‌خواستم کارامل و اینا موز توش بریزیم کاراملی درست کنیم روشو. کاش ازت زودتر میپرسیدم. هوشمند جان ببخشید. مامپوری ولی دوست داره کیکش با طعم کارامل باشه و توش موز و گردو و اینا داشته باشه عزیز. آره پیشنهاد مامان پوری همیشه به دل میشینه. طعم کارامل با موز و گردو عالیه. هم خوشمزه میشه هم کلاسیک. مامان پوری مطمئناً اولین نفری میشه که یه تیکه ازش میبره. نه تو فهمیدی من گامبالوام؟ اینم منو شناخت. خدایا. خب معلومه مامان پوری همیشه پیشتازه مخصوصاً وقتی پای خوراکی وسط باشه. پوری نصف گردوها رو خوردی. بابا یه پیسخری اونو کنه رو بخوردم. برای کاراملمون ما نیاز به تابم داخل میخوام بذارمش رو ترازو. نیاز به 100 گرم شکر داریم که من اضافه میکنم به ظرفمون. ولی یه نکته هایی هست که باید بهتون الان میگم. برای تهیه کارامل چند تا نکته مهم خیلی توی کیفیت کارامل تاثیر داره. یکیش تاب است. ظرفیه که توش کارامل رو درست میکنیم. خیلی مهمه که ظرفی که توش کارامل رو درست میکنیم کفی قطوری داشته باشه. کفی‌های چدن قطور داشته باشه که گرما رو یک نواخت پهن کنه. این توی کیفیت کارامل خیلی تاثیر میذاره. نکته بعدی اینه که از قاشق فلزی استفاده نکنی. نکته بعدی اینه که حین آماده شدن و آب شدن شکر اون رو هم نزنیم. فقط با تکون دادن تابه. حداقل تا 70-80% تا یه ذره آب میشه. از اون سمت وقتی که شکرامون آب شدن باید بهشون ترکیب خامه و شیر اضافه کنیم. برای 100 گرم شکر ما نیاز داریم به 100 گرم خامه، 25 گرم شیر. اینها رو با هم ترکیب بکنیم، بذاریم رو حرارت داغ بشه و باید در واقع اون ترکیب کاملا داغ باشه که به شکرمون اضافه میکنیم و 25 گرم هم کره نیاز داریم. من الان شکر رو یک دست پخشش میکنم، میذارم روی شعله مدیوم متوسط رو بکم. اینم از گردوهای ما. خب بچه من 100 گرم خامه‌مو کشیدم تو ترازو، بهش 25 گرم هم شیر اضافه میکنم و حالا یه مقداری ترکیب میکنیم و میذاریم روی شعله. اون باید به نقطه جوش برسه. موافقی که یه مقداری کاراملمون رو مرکباتی کنیم یا دوست نداری؟ بس. نه
سلیقتو بگو. اگه خوشمزهش میکنه بریز. چرا نکنه؟ خب بریز. خیلی کم بچه‌ها، خیلی کم نکنه. تو این کاراملمون. میدونید که ما کارامل با طعم‌های متفاوتی میتونیم داشته باشیم. یه مقداری توی این کاراملمون من میخوام زست پرتقال خیلی کم میریزم. به نظر میاد پوری زیاد باب میلش نیست. نه اگه خوش طعمش بکنه دیگه مگه اگه خوش طعم نکنه آدم میریزه؟ آره. بریز. اینو باید هم بزنیم. این چیه؟ کارامل. نه قرارمون چی شد؟ اینجی تکون بدی. قرارمون یادت نره. همین تو هم همین جاشو میخونی؟ دوست دارم منتظرم. دوست اینجوش کرد ببین. خب برداریم از رو شعله با فاصله نگه دارین نذارین چیز شه. با فاصله چی جوشی بکنه. دوست دارم یادت نره. قرارمون یادت نره. خب بچه‌ها باید تا قطره آخر شکرمون آب شه. یا از قاشق چوبی یا از قاشق سیلیکونی باید استفاده کنید. این تکارم میارم مثلا. اگر چون کارامل میتونه یک مدتی توی یخچال بمونه، ولی اگر این دونه ها کامل آب نشه احتمال اینکه کارامل تو شکرک بزنه هست. بنابراین خیلی بهتره که اجازه بدین تمام اون ذرات آب بشن. پوری خانم هم خامه رو توی در واقع اون حرارت با فاصله نگه داشته و این داشتن یک همکار خوب اینجا به درد میخوره. حالا کره رو اضافه میکنیم. 25 گرم کره داشتیم که اون رو توی این مرحله به ترکیبمون اضافه میکنیم. من اجازه میدم کره کامل آب بشه. بعد از پوری خانم میخوام که تو 2-3 مرحله اون خامه رو اضافه کنه. بفرمایید. بله. خب. آروم یه ذره دیگه پوری خانم. به چه جوشی میکنه. پوری خانم شما برس. بله دیگه همه رو بریز. شما زسته رو ندیدی؟ بله خب دارم. توی این مرحله ما دیگه تقریبا از رو شعله برش میداریم یا با فاصله خیلی کم از شعله نگهش میدارم یه مقدار دیگه ای تا این کاملا ترکیب شه. خیلی کم 2 تا برو، زیادم فشار نیار. عالی خوبه دیگه. میخوام زیاد نریزیم دیگه. بچه ما یه مقدار خیلی کمی زست پرتقال بهش اضافه کردیم. الان که یه مقداری دماش بیاد پایین‌تر سفت‌تر هم میشه. حله چه خوشگل شده. اینم از کاراملمون. پوری خانم که شما باشیم. مرحله بعد چیه؟ مرحله بعد فوم دادن خامه است. این مرحله ما این خامه‌مون رو که منجمده حسابی از فریزر درش آوردم، به تکه‌های ریز خوردش کردم. ما خامه‌ای که برای در واقع کاور کیک استفاده میکنیم و بهش میگیم مینارین. یعنی باید بهتره که خامه مینارین باشه. حالا هر برندی باشه مهم نیستش، میتونه از برندهای مختلف تهیه کنید. حالا این خامه باید دماش خیلی پایین باشه، باید دمای آشپزخونه خیلی پایین باشه، باید توی محیط سرد زده بشه. پایین بودن دما شرط اصلیه. خیلی هم منجمد نباشه. یک اینکه به پره‌های همزنتون فشار میاد و 2 اینکه فوم کاذب میگیره. بنابراین من درش آوردم، به قطعات کوچیک تبدیلش کردم، خوردش کردم تو قطعات کوچیک. الان اینو اضافهش بکنیم به ظرفمون، ولی بازم با دور بسیار پایین اول شروع میکنیم. خب بیایم یه امتحان کنیم ببینیم. باید بچه‌ها برای اینکه در مرحله اولی خیلی منجمده آروم شروع کنیم. اجازه بدیم. خب همونطور که می‌بینید رفت توی پره، ایرادی نداره. بذارین یه دقیقه 2 دقیقه با همین حالت بچرخه. همین استکاکی که به وجود میاد یه ذره دماشو میاره پایین، بعد کم کم دور رو میبریم بالا. پوری خانم بله. تو این فاصله موز شما آماده میکنی؟ بله.
ضخامتشو به من بگو. کم اینجوری. تا حجم زیادی خاممون شل شده. و نکته جالبتر، به پایین بدنه کاسه نگاه کنین، کاملا منجمده، یخ زده. پس یعنی این دما الان پایین و عالیه. دور همزن رو میارم کم کم روی درجه وسط، مثلا هلوش 4 تا 5 مرحله هم میبرم بالا. خب بعد از 8 تا 9 دقیقه تقریبا ما به یه همچین بافت منسجمی میرسیم که دیگه اصلا چقدر خوشمزه. ملکه شیرینی هست. اگه ضرر نداشت میشستم یه کاسه الان ازش میخوردم. به این مرحله که میرسیم بچه‌ها اینه، میبینی؟ نیفته. نه نمیافته دیگه، کاملا خاممون منسجم شده. لیس بزنم؟ لیس اون همه رو. عجب خامه ای شده. ضربه نزن دیگه خانم. ببخشید. به خودش بمال. خیلی حواست به این وسایل هست. نه بابا صداشو میگم. به خاطر گرونیه فکر کنم. همه رفته بالا قیمت ها. حواست باشه که خراب نشه. میکروفونت میاد. میدونم. صداش تو میکروفونتون میاد. تو اذیتت کنم. میدونم. تو دلت خیلی بزرگتر از این هست. آره. اینا بعد قلقی میکنه ولش کن. بذار ببینم. ناخواسته بود. الان با یه چیزی بعدیم بریزیم تو اون قیفه. بله. خب من الان به این فکر کردم که بخش کمی از خاممونو که برای فیلینگ وسطشه، خب چقدر عالی میشه که کاراملیش کنیم. موافقی؟ کم نمیاریم کاراملشو؟ نه. بنابراین بیا یه ذره از این خاممونو یه بخشیشو. زیاد نیست. زیاد. خب و آروم با حالت چرخشی با یه مقداری کارامل سفت. این دخل اینجا. سفته. رنگش تغییر کرده. یه ذره کرم میشه. درشت کوچیکش. گل ریز میخوای یا گل درشت؟ گل درشت‌تر باشه. خواهی الان کدومش شبیه همه؟ این ظریف‌تره. این ظریف‌تره. کدوم میخوای؟ اینو برداریم. اینم که برگه. نه. اونم که شونه ایه. همین. این مطمئنی؟ اینجوری میکنی؟ یا این هر کدوم. هر کدوم بگو. این خب بردار. بذار توش دیگه. نه. از رو؟ اون رفته تو دیگه. این ماسور بیرون. بله قرقرش رو ببندیم روش. خب اینم از رو ببندم. بله. مادیش. قیفتون رو برعکس کنین. خب بیاری تو مشتت. یه قلمبه بریزیم توش. بله ببین. خب. اینجوری آفرین. بمالو. بازم بریزم یه نمیخوام. بله. دوباره. یه ذره بیایم بالا. یه کم دیگه. خب. اولویتمون کدوم بود؟ بزرگه دیگه. بله ولی کدوم؟ اونی که رو بود. این بمونه زیر. بله. خب یه نوار کامل، البته بهتر این ماسوره نباشه. ما الان باید ماسوره ساده میزدیم برای این کار. ولی خب شما بزن. یه نوار کامل اول رو دور تا دور بیا، یه حلقه لبه نازکه یک اندازه. نه خب که قنادی بزنیم. خب مال چیکار کیک چاکوتن؟ خیلی سخته. اگه به خاطر تیمسینه بود
من ازت کار نو بودی. خب سخت نگیر. عشق تیواسی واسه اجازه بده. خب آپارتمان 20 باقه. تو قنادی باید بزنی. بس چک داری چقدر کیلویی؟ خب باشه، کیک خونگی همینه دیگه. برو طبقه بعد. طبقه بعد. بیا جای من، اگه این سخته خیلی بد وایسادی. برو بعد. برو. برید. ببین دو دستی. ببینم کدوم دستم راحتم. یاش. چرا از سر بیزه بیرون؟ وای سرم گیش رفت. الان قشنگ کنم. از اینجا میگه وای من مردم. چرا؟ یه قامه کشیه دیگه. اینجا صدا بخوری. اینجا صدا بخوری. چرا اینجوری میکنی؟ وای من نمیتونم. دلم درد گرفت. من مردم. خیلی خنده. شب شد بابا جان. کیک چه بوده من کیک. بیا اینو میگم یه پله داره. چی بکنه؟ نشسته بهش؟ اینجوری باید بیای پله بکنی. نمیتونم خراب میشه. تو فعلا بالا رو درست کن. اینا چرا داری به هم فید میکنی؟ خراب میشه. خب بعد چرا ما 2 سایزی کردی؟ نمیدونم. برو خیز کن ابزار تعمودی. بیا. وای چقدر گردو اضافی آوردی. چی بکنم؟ اضافه بودی. میخورمش. بیا بزن. نمیتونم. عمودی نگاه کن. ابزار تو خیس کن. نگاه. خب نگاه داره شکل میگیره. میتونم بذار ببینم. میخوای پله‌شو درست کنم بدم مرحله پایین تو بری؟ نه ببینم داره خوب میشه. کمی تا حدودی. اینجا نداشت پله. اینجا اضافه بود. پله باید محسوس باشه. هم ولی نامحسوس بود. کجا رفتی؟ اول پله رو درست کن. نرو پایین. وای خدایا نگاه کن. ببین این ابزار خواب مثل دستت زاویه بگیره. من پشیمون شدم. چرا؟ بیا حالا با همین شیوه برو طبقه پایین. بزن دیگه بزن. نه برو. فهمیدی کدوم شیوه؟ نه. ابزار آها. صاف. عمود نگاه. عمود. صاف. حرکت کنه. فشار بیار. اینجا نگیره. برو جلو. اونجا بگیره. قائم. آفرین. بالا نگیره. آفرین. کم کم تا پایین. آفرین. احسن گل دختر. این تشویق همیشه خوبه. احسن. خوب شد دیگه بابا. بده تمیزکاری کنم. بیا. تمیزکاریش با تو. خب پوری خانم میشه شما لطفاً یه کوچولو به کاراملمون حرارت بدی دوباره؟ بله. کاراملمون هم بریزیم روش. کی با اینو بخوره؟ پوری هم که دوست نداره. آره من اصلا متنفره. شیرینیجات خوشم نمیاد. حالا کیک عروس درست کردیم. بچرخونم؟ بچرخون. واقعا کیک عروس شد. این گلایی که گفتی این نبود. یه مدل دیگه بود. خیلی دیگه. کجا میای؟ روزم گفتم کجا میای؟ رو زمین گفتم. تا یه جایی داشت خوب میرفت تا تو اومدی اینجاش خیلی خوب رفته بود. خب ببین چه خوشگل شده بود. خب خوبه دیگه پسر. بسته به کوی گل تبادیم. تیواسی تولد خواستیم بگیریم ولی تو نو بشه عروسی میاد. تولد هم که کجه پوری خانم. نه شمش کجه. آره دیگه هیچی نذاریم. برای که بادوم
الان چی بخونیم؟ الان روشن شعر براش بخونیم. تولد 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 تولدت مبارک. خاموش روشن کنیم. چرا تو دست اندری میره؟ والا تو هر موقع شعر بخونیم من برات دست میزنم. تیوسی تیوسی تولدت مبارک. تیوسی تیوسی تولدت مبارک. بیا شمع رو فوت کن. کی بیا؟ تیوسی بیا شمع رو فوت کن. کنید برای تو. من آرزوی کیک 5 شمعه میکنم. 5 شمعش؟ آره سال بعد برای 6 شمعش آرزو میکنم. اینجوری بعضا تو هم آرزوی خودتو بکن. نه دیگه تو. نه هر کی آرزوی خود. نه خواهش می‌کنم نمیشه اصلا. آرزو بیا فوت کنیم بیا فوت کنیم. دیگه آرزو خودت. آرزو میکنم 6 شنبه بشه سال دیگه. سال دیگه یعنی یه دونه چیز بره. جهشی بخونه. جهش کنه انشالله بره سال هفتم. 1 2 3 4 هم بگیم چون 4مین سالشه. مبارک شما. مبارک باشه مبارک باشه. خب حالا وقت خوردنه. و با نه درودی دیگر با پوری جون. خوبه؟ یا نه یه چیز دیگه باید میگفتم. شما به خودت میگی پوری جون؟ آره راحتی؟ راحتم. چی بگم پس من؟ نه دی پوری جون دیگه اونجوری که صدا میکنن من لذت میبرم. مگه چیه بگی من؟ منو کی میشناسه آقه؟ غیر از خودم. این شدم مثلا رفت سمت فلسفه وجودی واقعا نفهمیدم منو غیر از خودم کی میشناسه.